این نماینده فیلیپین است. رفری مرکز باشد از اندونزیا سری نوبرتی است. انا این ورزشکاری ما است که از کنار کبود میبینیم. خسروخان رحیموف. سیومین جفت است که در وزن 57 کیلو مبارزه میبرند. حالا رفری اندونزیا قاعده های بوکس رو برای آنها فهماند و راند شروع شد. خسرو خان هنوز ضربه های خود را با رقیب روانه نکرده است و ببینید حالا ولی ضربه ها از هر دو جانب. جریچو هم مثل گربه ضربه در مقابل ما ایستاده است و خسرو خان باشد دستانش درازتر، قدش بلندتر است، میتواند که از این بلندی قد و درازی دستان استفاده برد. حالت کلیچ بسیار اینجا از جانب جریچو هم ضربه بود، جوابی ضربه بسیار قوی بود که خسرو خان بعد از این خود را امین دیگه دارد در اینجا باید دفاع نماید. خب آنها اکنون جیبی بسیار هم قوی از جانب خسرو خان است. گذشت به منوی ضربه ها به هدف رسیدند. قول مربی خسرو خان دالشه. خب اکنون دوام رو ببینیم چی است. ضربه های کناری 1 مینوت را گرفتن در کار است. راوند اول رحیموف حالت کلینچ ما هم از رقیب کمی نداریم، حتی هجوم های رحیموف امید بخش هستند. اما دوران کناری را دیدید، اما اونها نظارت میبرند و هر یک ضربه پشتانان در آنجا بایگذاری می شود. خب راوند اول هم پشت سر می شود، کمی دیگر باقی مانده است. ثانیه های انگشت شمار در حالت کلینچ پشت سر می شود و 10 ثانیه که بانگ صدا می دهد برای رحیموف. اکنون طرق دست چپ ضربه خیلی جالب و جذاب بود. راوند دوم دوستانی عزیز پیشکش می شود. راوند 2 قبل راوی میدان راوند 2 یا دوره دوم اکنون شروع شد.
با دست چپ. باید این کار رو دوام دهد خسرو خان. اما ما قبول میکنیم ضربه های رقیب را، باید فعال باشیم. برخورد خیلی جذاب از هر دو جانب. حالت کلینچ. جریکو. بعد از رها شدن از حالت کلینچ بسیار هم ضربه خوب طریق دست راست بود از جانب خسرو خان. اگر کار جهان قربانوف را خسرو خان پیش برد، من کنم خسرو خان به شوق می آید. خورد بسیار خوب تر است بسودی. اکسیون اما قبول میکنیم بعضا حالات ها. اکنون باید مرحله به مرحله تاکتیکا و تکنیکای خود را عوض نماید رحیموف و خوب ضربه زند. باور کنید چی مستقیم ضربه و چی ضربه های کناری رحیموف امید بخش است. چنگ نزد اتاک. خب اکنون قدم قفا می رود و بعدا ضربه زدن برای خسرو خان رحیموف مربی مصلحت می‌دهد. 10 ثانیه دیگر رو ببینید در اینجا با ضربه های قوی خیش رحیموف باید پشت سر نماید. فاصله رو دور میگیرد اینجا. در حال با اعلان گردیدن راوند سیوم در اینجا از جانب نماینده فیلیپین جریکو ضربه بود و خسرو خان رحیموف باشد و هم بسیار در یک موقع خوب قرار دارد. حالت کلینچ نه. ما اینجا هفتش فقط لغزش بود. کار کردن در کار است. درست است. بعد از رها شدن ضربه های رحیموف خسرو خان خیلی خوب است. دو روی ضربه زنیم ببینید بسیار اکنون رقیب آموخت
جریچو اکنون فهمید که در حالت کلینچ دور شدن در حال رحیموف ضربه میزند. از این خاطر راوند سیوم باور کنید که انقره بسیار حالتهای جالب و جذاب دارد. هر دو فاول میشوند در راوند سیوم. ضربه آنها را از خوابی غفلت بیدار میکند و آنها در مقابل یکدیگر خیلی خوب مبارزه دارند. رحیموف هم خوب است. اکنون باید رحیموف روی خود را پیچاند. دفاع نماید از رقیب دست پوشک نه با دست باید دستان رو پایان نگیرد. ببینید رقیب در اینجا روی میپشوند. 1 دقیقه دیگر داریم وقت. در این 1 دقیقه باید چی امکانیتی داریم با اون سفر برنماییم تا که امتیاز با دست داریم. جریچو روی را پوشونه. رحیموف یک راوندی حالا برابری قوای ما را نشان داد، اما راوند سوم حل کننده است. یک راوند برای او دادن، راوند دوم را برای ما دادن، راوند سوم حل کننده است. باید رحیموف این را درک نماید. قدم قف و باز هجوم کردن لازم است. 10 ثانیه دیگر باقی میماند. دیدید اکنون جو برخورد خوبتر و قویتر شد. Ladies and gentlemen, after the completion of all 3 rounds, the judges have rendered their decision. For your winner, via split decision, in the red corner, Acela Jericho from the Philippines.